اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همطور که مطلع هستین در چند وقتی گذشته به کشور شهید پرور و همسایه عزیزمون کشور عراق، سرزمین مردان عرب بوی گلاب، سفری کردم و با برادران عراقی نشست و برخاستی داشته به عنوان بانوی اول. در این نشست و برخاست صحبت‌های بسیاری در مورد روابط اقتصادی، روابط خاورمیانه و روابط دیگر صحبت شد. چطوره با؟ همونطور که مطلع هستید بنده دیپلم افتخاری علم و فناوری را در کیفم داشتم و در حضور برادران گلاب به سر و گلاب به صورت با چندان زبان حرفه‌ای عربی و انگلیسی هم تونستم صحبت داشته باشم. در این نشستی که با برادران داشتم در مورد مذهب و فقه با ایشون صحبت کردم به زبان انگلیسی، speaking English، که قسمتی از گفتگوهایم را برای شما تکرار می کنم. به برادران گفتم که as a Christian focus on a prophet family, no prophet as a person. For example, Hazrat Musa, his brother, his sister, his mother, his father, his neighbor, his uncle, his wife. Focus on a prophet family. Or for example, Hazrat Masih profited with his mother. که important که prophet که family important family. البته این قسمتی از گفتگوها بود و گفتگوهای دیگر در مورد بانوی اول بودن، چطوری به تنهایی این روزها را گذراندن، که البته با مشورت برادران عراقی به نتیجه های بسیار عالی رسیدیم. البته به ایشان من در مورد خواستگاه خود و علاقه خود به روابط با برادران عراقی صحبت کردم که باید فوکس بکنیم در مورد این روابط و این روابط ها را گسترش بدیم. در این نشست غیر رسمی متاسفانه وقت نشد که از جلوی ارتش برادران عراقی رژه رفته و نگاهی انداخته، اما در سفرهای بعدی حتما این کار انجام خواهد شد و البته ما فوکس ما روی برادران عراقی است و شاید در این مرحله ما کمی تجربه نداشته باشیم. بنابراین با زینب تماس گرفتیم و از زینب خواهش کردیم که اگر میتواند به ما یه مدتی تعلیم داده و فوکس ما را روی برادران عراقی برده که ما بتوانیم فوکس کنیم روی برادران عراقی و این اتحاد و این مذاکره و این نشست ها رو بتونیم انجام بدیم با برادران عراقی و شاید هم اصلا دسته از این برادران عراقی رو با کمک زینب تونستیم آوردیم به کشور خود. بود سفر رسمی بنده، در خدمت خواهم بود و در سفرهای بعدی حتما با کمک زینب در حضور شما خواهیم بود و گزارشی مفصل از برادران عراقی برای شما مهیا خواهیم کرد. تا آن روز شما را به speech English goodbye می سپارم.